انسان مخلص کسی است که میترسه که مشهور شود، برعکس انسان ریاکار کسی است که خوش داره مشهور شود. خیلی از مردم هستن کلی خودم میکنم که مشهور شوند، نه اینا مخلصن؟ هرگز مخلص از انسان مخلص از شهرت میترسه. چگونگی وسوسه شیطان در این حالت هم درک میکنه. نه مثلا وقتی شما یک کار میکنین باز یک کسی میاد شما رو مدح میکنه، توصیف میکنه، خوشحال میشین، میگه خلاص اگه کل مردم خبر شدن که متی آدم چقدر گپ کلام است. نه و این رقم انسان چی داره؟ خوش داره که مشهور شه. این نشانه چیست؟ نشانه ریا. و اگر یک نفر از مشهور شدن میترسید و وقتی مشهور شد ناراحت بود، اینی مخلص است. صحابه می رقم بودن. خب وقتی از صحابه در یک جایی به خوبی یاد میشد بسیار ناراحت میشد براشون. اگر ما شما یک نفر توصیف کنه چی حتی خوشحال میشی، این نشانی چیست؟ نشانی عدم اخلاص است. شریعت اسلامی خیلی تشویق میکنه انسان که بعضی از اعمال مثلا مستحبی چی باشه، هر قدر مخفیانه تر باشه بهتر است. چرا؟ دلیلش است که مخلصانه تر باقی میمانه. دقت کردین؟ و انسانهای ریاکار باز اعمال پت کرده نمیتونن. برعکس انسانهای مخلص خوشن که در خفا باقی بمانند و هر قدر کاری میکنن، هر قدر بزرگی دارن، هر قدر علم دارن، هر قدر ایمانداری دارن، این ایمانداریشون به مردم توارث پیدا نکنه. پس ترس از شهرت نشانه اخلاص است و دوست داشتن شهرت نشانه بی اخلاصی است. حالی که در وجود انسان ها کدامش بیشتره؟ در وجود هر کدام شما خود ما قضاوت کنید. ما قضاوت نکنید.